که بعدا میتونم نگاه. من چهارشنبه گذشته راجع به این صحبت کردم که بعدش راجع به این حرف میزدیم که مسیر ابا عبدالله کشتی نجات آخرالزمانه و راهی جز این نیست. شما امام حسینی بمونید محفوظ میمونید تا حد زیادی و ناخودآگاه در تقابل با جریان دشمنم دشمن بشریت. مثال فراوان زدیم دیگه، من تکرار نمیکنم. و این مسیر رو نمود ملکی و تعین یافته صراط الذین انعمت علیهم، هم نعمت دنیوی هم اخروی، هم مادی هم معنوی. این مسیریه که خدا به نعمت دادگانش قرار داده. هر کسی که از امیرالمومنین شروع میکنه صراط مستقیمه و صراط الذین انعمت علیهم. توی این مسیر من زمین و آسمان نعمت میباره و هر کسی به هر طریقی که میتونه نعمت میرسونه. و عرض کردیم باید مراقب باشیم کسی این کشتی رو سوراخ نکنه، کسی خراب نکنه. این کشتی که دیگه کشتی فرهنگیه، مثل کشتی نوح نیست. یه نصف شبی هم راجع به کشتی نوح صحبت کرد و عرض کردیم آفاتی داره، خطراتی هست. گفتیم مراقب باشید این مسیر تجاری نباید بشه، این مسیر لهو و لعب نشه، این مسیر شهر بازی نیست، این مسیر نیست توش پارک آبی بزنن، شهر بازی بزنن، نمیدونم چی. این خودش چون صراط مستقیمه ناخودآگاه حزن رو از بین میبره. ما ماتم ابا عبدالله داریم، توی مسیر بارها گریه میکنیم. بعضیا هدفون میزنن تو گوششون، چیز دارن گوش میکنن، بعضیا مرور میکنن دارن اشک میریزن. اما وقتی نگاه میکنید میبینید مسیریه که توش شادیه. انگار همه اهالی این جاده، اهالی جاده قشنگی، اهالی این جاده خوشحالن، روحشون فرح و سرور داره. از چی؟ از همون جنسی که روز عید فطر داره. و اون روح ما حس کرده، مثل مادری که دیده دلشوره میزنه برای بچهش، نمیدونه چی شده اما دلشوره داره، روحش آگاهه چون وابستگی روحی داره. اینجام یا همون جنسی که طرف از اول محرم غم داره اما هنوز اتفاقی نیفتاد، از عاشورا ابا عبدالله به شهادت میرسه. چرا غم داره؟ چون روح ما مغمومه، چون امام معصوم میبینه پیراهنی که از ساق عرش آویزان میشه رو، چون او غم داره دل ما به دل امام زمان اون بسته. اینجا چون بخشیده میشن خیلیا، چون پاک میشن، چون بهشتی میشن، شادی میاره براش. همون حسی که بعد از هیئت داریم، اون شعفی که بعد از هیئت داریم، این نتیجه چیه؟ بخاطر یه قطره اشک بریزه برای حسین گناه‌ها بخشیده میشه. و این درسته، عرضم کردیم دلیلش چیه. به خاطر هم ابتلا شدن با امام حسین بی آنکه بلایی سرت اومده باشه. تو در اون مصیبت ها میری مشارکت میکنی، به اندازه یه دونه خار توی دستت بره کفاره مؤمنه. میدونید حس فقدان شیء کفاره گناه مؤمنه. یعنی یه لحظه گوشی من کو، یه استرسی که بگیره خدا کفاره گناهان قرار میده. حالا فکر کنید طرف یه جوری زجه میزنه انگار بچه 6 ماهه خودشو کشتن. اگر یه خار توی دست رفتن کفاره گناهه، به طریق اولا عزیز از دست دادن کفاره گناهه، بیشتر پاک میکنه گناهانو. بی آن که عزیزی از دست بدید، با مشارکت کردن در این داغها از او بهره میبرید. برای هم تو زیارت عاشورا میگن لقد عظم مصابی بکن، مصابی عظمت رضیه، بعد میگیم رضیتی، میگه مصیبت من. در مورد امام حسین و واقعه کربلا میگه مصیبت من. خودمون رو قاطی میکنیم، یه نخودی توی این آشی میندازیم. نگرانیم از این که رنگ و لعاب پیدا نکنه، حواس پرت کن نداشته باشه. مسیر نعمت دارن زحمت میکشن، اما بدونید که اهل بیت مسیر رو رفتن، با زحمت رفتن، با توهین رفتن، با شنیدن صدای شلاق بوده، هرمله ها و شمرها کنارشون بودن، سر بریده
مردان سپاه بر روی نی بوده. اینا رو میدیدن. حالا من و شما متری نیست که بگذرونی پذیرایی نخوان بکنن. این چقدر مهربونن. میگه بیا تو مصیبت من مشارکت کن، میخوام گروهی ببخشم. هیچ جا شما پیدا نمی‌کنید، جایی هیچ جا رو کره زمین، من خیلی فکر کردم اینجوری خدا با این حجم و این عدد ببخشه. حجش هم نیست. 4 میلیون بیشتر آدم نمیرن. کجا پیدا می‌کنن در یک زمان 20 میلیون، 30 میلیون، 40 میلیون آدم و افرادی که دارن بدل این راهپیمایی در شهرهای دیگه میزنن. در اقصا نقاط ایران و غیر ایران الان راهپیمای 40 داریم. اونا کسایی هستن که دلشون اینجاست، دارن کپی میزنن دیگه. اصل اینجاست، میدونن اونجا اون بدلشه، اصلش اینجاست. برای این بساطی که امام حسین درست کرده، این سفره‌ای که انداخته، بزرگترین نعمت خداست. پس ما در نماز برای همین میگیم اهدنا الصراط المستقیم. اون صراط چیه؟ صراط الذین انعمت علیهم. این صراطی که بهشون نعمت دادی. میگه اون نعمت مال کیاست؟ میگه من النبیین، صدیقین، شهدا، صالحین. شما نگاه کنید میبینید همه این امام حسینه و مسیر پیامبر گرامی اسلامه. اگر شهیدان هستن ایشون سید الشهداست. این مسیر صراط مستقیم میدونید لقب صدیق اکبر که بعدن اینا صدیق رو برداشتن برای یک صحابه دیگه گذاشتن، بنابر نقل صحیح اهل برادران اهل سنت متعلق به امیرالمومنین بود. صدیق اکبر فاروق اعظم، صدیق امیرالمومنین بود، صدیقه حضرت زهرا سلام الله علیها. یه نبیین پیامبر، صدیقین، شهدا، صالحین. خود این مسیره. این همون صراطی که انعمت علیهم. یک جا دیگه عرض کردم آیه است که در مورد خود امام حسین اختصاصی، در اون آیه هم اشاره میکنه که امام حسین میفرماد منم و پدر مادرم ان اشکر نعمتک التي انعمت علی و علی والدی، نعمتی که به من دادی و بر پدر مادرم. پس صراط نعمت داده شدگان. نمونه ملکی ظهور و بروز یافتش میشه این. عرض کردم ما نگران نمی رنگ و لعاب ها حواسمون رو پرت نکنه. امام صادق میفرماد هرگاه خواستی امام حسین را زیارت کنی او را زیارت کن در حالی که محزون، مکروب، ژولیده موی و غبارآلود و گرسنه و تشنه باشی. روایت هایی هست که آدم، من خودم نمیگم بخوام سانسور کنم اما میترسم بخونم یه وقت خدای نکرده تو این مسیر پر نعمت و پر از پذیرایی یه وقت دوچار پارادوکسی بشیم. اما بدونید مسیر ابو عبدالله اینه، میگه مسیر شادی نیست. میدونید کجاها دارید قدم میذارید؟ میدونید کیا اینجا قدم گذاشتن؟ انبیاء الهی دنبال این بودن خودشون رو در این مصیبت مشارکت بدن و جایزه بگیرن با این مشارکت دادن. فکر کن حضرت زکریا میشه خدا میشه بچه بهم بدی، پسر بهم بدی، بزرگ بشه، سرشو ببرن بذارن تو تشت طلا ببرن پیش حاکم زمان در شامات که یه خورده من بفهمم مصیبت رسول الله، منم میخوام مشارکت کنم. پیغمبر خدا بین اینکه باشه بره بشینه 100 رکعت نماز بخونه و این کارو انجام بده، اینو انتخاب کرده، نه که اونو نخونه. اما میدونیم به مراتب اثر بزرگتری داره، به مراتب اثر بزرگتری. همینه اصلا جهت دین داره امام حسین. 1,800,000,000 مسلمون، 1,500,000,000 برادران اهل سنت الان همه منتظرن که شیعیان برن انتقام مردم غزه رو بگیرن. چرا؟ ما امام حسین داریم. همین که از اون شیعه 4 امامی در یمن، زیدیه در یمن، عراقی، ایرانی، لبنانی، اینا هم محور مقاومتن دارن میزنن اسرائیل. اینا چه فرقی دارن؟ اینا امام حسین دارن. همینه، دنیا رو ایشون نجات میده. و عرض کردیم هر چی پیش برین تضاد بین کسایی که درون این مسیر و این کشتیان با بیرون کشتی بیشتر خواهد و خدا عمدن این کار خواهد کرد. یعنی در زمان من و شما که 40 داریم میریم، داعشی شکل میگیره آدم سر ببره که من و شما اثبات بشه بله سر میبریدن، خوبم میبریدن.
زن و بچه مردم به اسارت ببرن که منشو اثبات بشه. اینا تحریف نیست، اینا بزرگنمایی نیست. اون همون ورژن اسلام یزیدیه. میدونید دیگه این داعشی‌ها، این تکفیری‌ها، این وهابی‌ها، اسم یزید که میاد میگن رضی الله عنه، خدا ازش راضی باشه، لعنت الله علیه. امام صادق میفرماد برخی از مردم میروند به زیارت قبر حسین علیه السلام و با خود سفره‌هایی میبرند. همانا ایشان اگر به نزد قبور پدران و مادران خودشان میرفتند چنین نمیکردند. این مسیر پذیرایی شو، اما هر چی داری به کربلا نزدیکتر میشی حواست باشه کجا داری میری. میگه عرض کردم پس چیکار بکنیم؟ فهم یه مقدار کمی اکتفا کن، یه نون و شیری بخورن برن. و در کربلا اینجا میفرماد که گرسنه و تشنه لب باشی و از ابا عبدالله علیه السلام حوایجت را بخواه و برگرد و کربلا را وطن خود مگیر. جای موندن نیست، کربلا نباید عادی بشه برای من شما. بعد از این مشهدی‌ها هستن دیدیم مثلا 6 ماه بار حرم امام رضا نرفتن، عادی شده براشون. امام حسین نباید عادی بشه. نگفتن نجف نمونا، میگن نجف بمون. کربلا رو میگن موطن نگیر. و اصلی ترین خطری که عرض کردیم ما رو تهدید میکنه خطر عجبه، که ما فکر کنیم چون تو این مسیر هستیم تافته جدا بافتیم. ببین من اول خوبیای این مسیر رو گفتم اما این خطرناک. نه، ما مدیونیم. هر چی تو این مسیر شما ثابت قدم تر بری جلو بیشتر مدیونی. هر چی طرف رتبه گرفته بیشتر فهمیده مدیون خداست، دین به خدا داره، عبد خداست. عرض کردم عبدالله تو گودال غرق در خداست. میگن عیسی علیه السلام، حالا ما که قبول نداریم اما انجیل نقل کرده، میگه به صلیب که کشیده بودن بالای صلیب داشت میگفت ایل ما شبختنی، خدای چرا مرا، عبری این زبان آرامی یعنی چرا منو تنها گذاشتی. ما میگیم به فرض اگر عیسی رو به صلیب کشیده، خب چه حرفی داره میزنه، چرا من تنها گذاشتی؟ شما ابا عبدالله چی داره میفرماد تو گودال؟ من راضیم به رضای تو. من راضی خدایا، من تسلیم امر تو ام، من راضیم به رضای تو. لا معبود سواک. ببین هر کسی که ممکن بود، هر چیزی که ممکن بود در موازات حب تو قرار بگیره، خدای همه رو بخشیدم. دیگه از فرزند عزیزتر، از اصغر تا اکبرش برات بخشیدم. دنبال علی اکبر راه افتاده بود، اینجوری دلش به دل حضرت علی اکبر. حضرت علی اکبر و عموم مردم گمانشون بود امام بعد از امام حسین ایشونه. بدونید اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسول الله. نمیگم امام، مردم اینجا، مردم عادی اینجوری فکر میکردن. راوی میگه دنبالش راه افتاده بود. کسی رو ندیدیم اینجوری بدرقه کنه میدون. ما تحت منتیم. کدام منت؟ از عراقی تا ایرانی مدیون ما، امنیت ملیمون هم مدیون امام حسینیم. هر موقع جنگی شد به ما حمله کردن، کی نجاتمون داد؟ امام حسین. اسم امام حسین نجاتمون داد. سوریه رو چی حفظ کرد؟ مدافع حرم. عراق چی حفظ کرد؟ مدافع حرم. ایران چی حفظ کرد؟ سربندا یا ابا عبدالله. یادتون رفته؟ این شهدای ما زیارت عاشورا میخوندن رفتن شهید شدن. همه مدیونشیم. بزرگترین دینی که به گردن ماست دین رهایی از آتشه. راوی میگه قال علی ابو عبدالله، میگه امام صادق برام فرمود که در یه حدیثی اما تذکر ما صنع بهی یعنی بالحسین، قلت بلا. میدونی چیکار کردم؟ بله میدونم. قال اتجزع، جزع میزنی یا نه؟ داد میزنی یا نه وقتی برات میگن؟ جزع و فزع میکنی؟ قلت ای والله، آره به خدا این کارو میکنم. و استعبر بذاله، اشک میریزی، تمنا میکنی از چشات که گریه کنی. فرمود بله انقدر گریه میکنم حتی یرا اهلی اثر ذالک،
خانواده‌م هم میفهمن گریه کردم. از اتاق میان بیرون مثلا میگن این گریه کردی؟ چشمات چرا پف داره؟ چشات اشک‌آلوده؟ چی شده؟ بعد فامتنعوا من الطعام، امتناع، دلم نمیاد نون بخورم. بعد میگه حتی این که در وجه من نشون داده میشه. فقال رحم الله دمعتک، رحمت خدا بر اشکت. اما انک من الذین یعدون من اهل الجزع لنا، تا از اون کسایی هستی که اهل جزعی برای ما. والذین یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا، کسایی هستی که با شادی ما شاد میشن، با حزن ما محزون میشن. اما بدون سترا عند موتک، بدون به زودی موقع مرگت، سترا خواهی دید حضور آبایی، حضور پدران من رو به چشم خودت میبینی. لکه، برای تو. و وصیتهم ملک الموت، و توصیهشون به ملک الموت بکرد در مورد تو. و ما یلقونک بهی من البشارة افضل ولملک الموت ارق علیک و اشد رحمة لک من الام الشفیقه. کاری جوری توصیه میکنن که ملک الموت برای تو از مادرت مهربونتر میشه. و بدون این اثر اون اشکته. حرمت اهل بیت باید نگه داشت. اسم اهل بیت میاد، اسم امیرالمومنین میاد، باید تو دلمون بگیم صلوات الله سلامه علیه. اسم امام حسین میاد، باید خودمون اگه طرف گفت نگفت ما تو دلمون باید بگیم، به لبمون بیاریم، به طرف مقابل یاد بدیم. احترام، منت از این بالاتر که آتش من و شما رو بعد در ادامه حضرت میفرماد اشک از چشم شما میفته مثل آبی است که بر آتش میریزه و آتش جهنم رو بر شما خاموش میکنه. بعد میگه تضمین داد به من تضمن ثوابا جزیلا. منت از این بالاتر. ببین منت هم بزنید 2 قدم راه رفتن. طرف گفتم دیشب فکر می‌کنه الان مردم باید گاو و شتر و شغال ببینه، چشم برزخی پیدا کرده بود. آقا برو صبح تا شب در هر نفسی 200 شکر واجب که خدایا از این جمعیت 8 میلیاردی زمین من تو این مسیرم. بشین ننه باباتو دعا کن، اجدادتو دعا کن، دعا کن اون اولین نفری که شیعه شد. منت از این بالاتر. لطف ابا عبدالله منجر به این شوق شده و الا اساسا اعمال خسته کننده است. خدا وکیلی مثلا چند نفر رو دید بگه که وای امسال نتونستم 40 برم، زیاد. اما چند نفر بگه وای من روزه ماه رجب رو یادم رفت. نه چند نفر دیدید خدایی؟ چند درصدن بخوای مقایسه کنی؟ چند بار مثلا اینجوری زدی رو پشتت افسوس خوردی، مثلا تلویزیون داشتی نگاه می‌کردی امسال نتونستم 40 برم، کاش میشد مثلا. اما مثلا یه اعتکافو نشون داده، مثلا گفته ای اعمال ام داوود من دلم براش تنگ شده برم انجام بدم. کی از این مادر داوود کیه؟ ام داوود اعمال چیه؟ ماجراش کیه؟ چرا اینجا؟ بعد کدوم اعمال اینجوری 80-90 کیلومتر پیاده بری؟ یه کشوری که جنگ زده است. چرا اینجا غیر طبیعی میشه؟ همین دیشب که این جوون اومد گفت به خدا قسم همونام که خود گفت سخنرانیت. خیلی من اینجا شاید بگم 4 ساعت 5 ساعت مردم میان میشینن 5 دقیقه 2 دقیقه 10 دقیقه حرفاشونو میزدن. حرفاشون چیزایی من شنیدم خدا شاهده، میگفتم ای کاش میشد تو رو جلو دوربین نشون گفت. خب من همونا بودم که تا سر کوچه میرم نونوایی بخوام برم با ماشین میرم. تنبلم. گفت من نمیدونم چجوری تا الان 1086 تا عمود تا اینجا 200 تا هم قبلش. تا این 200 تا میری بعد اون که سفر اولشونه نمیدونن. یهو میبینن 0 شد، شکست عشقی میخورن. با 1000 مثلا 286 تا عمودو بیام باورم نمیشد. کاغذی که تو چی فکر کنم اینجاست.
براتون بخونم. سلام استاد، من بچه مشهدم. سال 99 تصادف سختی داشتم و 8 قسمت بدنم شکست و 2 سال زمینگیر بودم. همیشه 40 رو با تاکسی میرفتم کربلا. اما میرفته. ولی این بار خودم نفهمیدم چطور شد که پیاده اومدم. ولی هنوز عمود 100 نرسیده بودم، متوجه شدم دارم بدون لنگ زدن راه میرم. و عصب پام که کار نمیکرد درصد زیادی بهبود پیدا کرد. خودشونو مردم دارن میکشونن میارن. دیروز پسر بچه اومد با من عکس بگیره اینجا، جفت پا داغون. اصلا من تعجب کردم. مادرش گفت کل مسیر رو پیاده اومده. گفتم چند سالته؟ عمو گفت دوم ابتدایی ام. من خجالت کشیدم. کسایی رو میبینیم خجالت میکشیم. خدا منت بذاریم مبادا اینو بهش هرچی آقا منت بیشتر. هر چقدر خودت رو بیشتر مدیون دیدی، زیر دین دیدی، بفهم رشد کردی. ما آدم شوق به عبادات نیستیم، تعارف نداریم. ما خودم جنس خودمون رو میشناسیم. وقت نماز میشه یا خدا باز باید نماز آی نمیشه قرصشو بخورم، آخ جون نماز شکسته است، مسافر یادم. همین شوخیایی که سر زبونم میفته، حالا بالاخره درصدی از اینا جدی که داریم. چی میشه اینجا یکی دیگه میشه؟ عنایت شده، پس زیر دینیم، منت گردنمونه. اینکه در این خیمه باشی، در این مسیر باشی، شاکر باش، اما ترسان هرگز. اگه قراره بترسیم، از این باید بترسیم که مبادا این فرصت رو از ما گرفته بشه. ابا عبدالله امامی که برای تک تک آدما نامه فرستاد، تو مسیر وایستاد با زهیر ابن قین خودش مستقیم صحبت کرد. عبیدالله حر جوفی رو اول علی اکبر رو فرستاد. حضرت اومد گفت آقا جان این نمیخواد بیاد، بذار خودم برم. برای یه نفر امام حسین دنبال آدم نیست مثلا چی بین ایشونو مثلا شهادت مثلا 30 ثانیه 1 دقیقه نه 5 دقیقه اضافه. خودش چرا خاموش گرفته برید. دیشب گفتم وقتی خبر مسلم رسید اومد اعلام عمومی که گفت برید اینا میخوان به ما خیانت کردن، فریب دادن ما رو، برید. این یک نفر او گفت آقا بیا من اسبم فلان، نمیدونم شمشیرم به همانه. گفت ما چی کار اسب و شمشیر؟ نجاتت بدم بابا. ای قرار بود عبدالله به هر قیمتی، ما در روایت صریح داریم یه فرشتگان آمدن نپذیرفت. شیخ مفید به سند خودش نقل میکنه از امام صادق نکته نقل فرمودی که نقل کردی که زمانی که امام حسین از مدینه حرکت کرد، گروهی از ملائک برای پیشنهاد و کمک خدمت آن حضرت آمدند و گروهی از مسلمانان و شیعیان جن برای کمک ایشان آمدند. اما حضرت در پاسخ آنان فرمود خدا به شما جزای خیر دهد، من مسئول کار خودم هستم و محل و زمان قتل من نیز مشخص است. جنیان گفتن اگر امر شما نبود همه دشمنان شما را می‌کشتیم. حضرت در پاسخ فرمود ما بر این کار از شما تواناتریم، اما چنین نمی‌کنیم تا آنها که گمراه می‌شوند با اتمام حجت باشد و آنها که حق را می‌پذیرند با آگاهی و دلیل آشکار. من باید حجت هم کنم. من اصلا باید بچه 6 ماه بگیرم بود دست. من باید این کار انجام بدم. من باید زن و بچه‌مو ببرم که فردا نگن نه برای حکومت رفت، حالا زن و بچه جاشون خوب بود. من نباید هیچی ببرم، من باید تشنه بمانم. باید یه نصرانی تو سپاه هم باشه. اینم قراره اتمام حجت کنه. باید حجت رو آشکار کنم. چرا؟ چون اون کسی که قراره بره اون طرف، عرض کردم این تفکیک خواهد شد. ما هم نمیتونیم جلوشو بگیم، اراده الهیه، وصل زدنی نیست، جدا خواهد شد. امام صادق میفرماد از پدرم شنیدم میفرمود چون امام حسین با عمر ابن سعد طلاقی نمودن و جنگ برپا شد، خداوند نصرت خود را فرو فرستاد. فرشته‌ها آمدن گفتن نصر آماده است، تا همینجا بسته. بخشی از جنگ گذشته، تا همینجا بسته، شما
کار خودتو کردی تا آنجا که بر سر حسین سایه گسترد و آنگاه امام مخیر شد بین پیروزی بر دشمنان و بین ملاقات و لقای پروردگارش. او لقای پروردگارش را پذیرفت. موارد دیگه هم از حضرت یا آمدن ابا عبدالله فرمود که من اون عهدی که با خدا هستم و بستم و تا ته انجام خواهم. من یه عهدی بسته شده در یک جایی و من کارو تمام میکنم. کاری میکنم که هر وجدان آگاهی قرار بگیره در مقابل عاشورا بتونه حق و باطل هستن. چنان سیاهی و سفیدی رو از هم جدا میکنم که هر کسی بتونه تشخیص بده. ما ذیل منت ابا عبدالله. باز هم از روایت زیاد امام صادق میفرماد 4000 فرشته نازل شدن تا همراه حسین علیه السلام بجنگن، ولی به آنها اجازه جنگیدن داده نشد. من باید زمینی بجنگم، من باید ثقل حدید تحمل کنم. این وقتی علی اکبر به میدان میره برمیاد دفعه دوم میگه که بابا جان که آتش منو کشته که سنگینی این شمشیر. یادتونه مسابقه قوی ترین مردان نشون میداد 2 تا چکش دستشو میگرفتن یه دقیقه نگه دارن. بکن سوار اسب 20 کیلو چقدر 10 کیلو 15 کیلو نمیدونم چیه شمشیر دستت باید اینو بچرخونی. برگشت گفت بابا جان آتش منو کشته این سنگینی این شمشیرم. زمینی تشنه. نخوندید نشنیدید یه اون اواخر آسمان رو دود میدید از شدت آتش و تشنگی. اما نماز خوند، نمازش خوند. چجوری من تو نماز نخونم؟ دیشب یه آقای اومد اینجا گفت یه حرفی زدی منو تکون داده و بعد از اون مشروب گذاشتم کنار. گفتم چی بود؟ گفتی توی یکی از صحبتات گفتی آی جوان اونی که چوب برداشته بود به لبای مبارک میزد اون مشروب میخورد. میخواد شبیه کی باشی؟ با 4 ستون بدنم لرزید. گفتم یا امام حسین من این وریم به خودم. آمده حق و باطل جدا کنه. بله تو دنیا هم هر روز داریم چیز عجیب غریب تر داره پیش میاد. و بدونید من اونجا صریح میگم دهه پیش رو برداشت من از روندهای سیاسی اقتصادی روایات که ما داریم نشانه هایی که اونها دارن بعضیا من دیدم نمیدونم خودشونو به بی عقلی میزنن بی عقلن دشمنی اینا رو به جنون میکشونه نمیدونم چرا اینجوری میکنن. برادر من وقتی مثال از کتب یهود میزنم برای چی؟ میخوام بگم اونها هم گفتن. وقتی من مثال از کتب برادران اهل سنت میزنم یعنی چی؟ یعنی اونها هم گفتن طرف اومده میگه آی این کتاب مال سنیاسی داره دلیل میاره. ما که برای خودمون که از کتاب شیعه دارم دلیل میارم. نمیفهمید متوجه نمیشید خودتون رو به گیجی میزنید یا حتی در دشمنی دیگه هیچ حد و مرزی حالیتون نیست. یعنی حتی دیگه حالیتون نیست مخاطب در مورد اهل بیت داشته مطلب میشنیده. من وقت گذاشتم از کتاب یهودیا مسیحیا اهل سنت کتابای خودمون آنچه که من برداشت میکنم نمیخوام بگم آی ظهور است فلان است نه من که اما بدونید دهه پیش رو دهه سخت در دنیا. خاطرتون هست بعد از ماجرای خانم امینی چی گفتم؟ مهسا امینی گفتم اتفاقای در ایران افتاد نسبت اتفاقایی که به زودی در اقصا نقاط دنیا خواهید دید شوخی بیش نیست. غزه رو ببینید چی کار دارن میکنن. ادامه داره. من 10-12 تا نمودار میبینم اینا همه یک جا هم دیگر قد میکنن. از نجوم بگیرید تا این روایات تا این نشانه ها تا روندهای سیاسی تا روندهای اقتصادی تا درگیری که تو دنیا هست همه اینا میبینید تو یک تایمی به هم داره میرسه. یعنی روزگار فکر نکنید آسونیه، نه سخت‌تر خواهد شد. فقط چنگ بندازید به کشتی امام حسین. اگر میتونید چون این کار واقعا خیلی بسیار کار ساده ای اما عجیب نخواهید تونست چون واقعا توفیق میخواد. اگر میتونید هر روز برای حسین گریه کنید.
هر روز یه روزه رو مرور کنید تو ذهنتون، ولو 1 دقیقه مرور کنید، در حد یه بال مگس چشتون ترش. هر روز روزه ابو عبدالله رو مرور کنید با خودتون. خودشون میفرمان که شیعه ما که فقط کافیه یا آب گوارایی بنوشی که الا اینکه به ما سلام میده و یاد ما میفته. من نگفتم در هر آب خوردن روزه بخونید، اونجا سلامتو میدی میگذری، اما هر روز ولو شد بگو امروز اصلا قضا شد من اینو باید انجام بدم، انس ویدیو بذار یه روزه گوش کن، نه خودت مرور کن 1 دقیقه. تو ماشینی، تو متروی، هر جا پیاده داری میری، میبینی چقدر ساده است. اگه به تو میگفتم برید 10 رکعت نماز بخونید، نه همین این تنابتون اجازه نداده محسن. الان میری 40، الان اینجا جو امام حسینی گرفته، 40 تموم نشه فراموش بشه. از این کشتی نباید بیرون بریم بیرون غرق شدیم. تردید نکن بیرون غرق. فکر نکنید این که عرض کردم در مورد فرشتگان آیات قرآنه، فکر نکنید مثلا روایت ها بعضی ممکن توش شک بشن، آیه قرآنه. اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم ب1000 من الملائکه مردفین. یه اونجایی که شما استغاثه میکنید فاستجاب، اجابت شد، اجابت صورت میگیره، کمکتون میکنیم، امداد میرسونیم، 1000 ملک میفرستیم، مردفین ردیف شده همه تو صف میان خدمت مؤمنین. حالا شما نمیبینید این کار رو افتاد، باید منتها بمونی استقامت کنی و استغاثه. یا بعضی بگن آقا این جنیان اومدن کن، بله مگه بر حضرت سلیمان نیومدن کمک؟ مگه نخوندید و شیاطین کل بناء و غواص؟ یه بنایی براش میکردن، میرفتن تو دریا مروارید براش میآوردن بیرون. آیه قرآن دیگه. تازه اونا شیاطین بودن، اونا مجبور بودن، اینا نمیگین شیعیانن. آمدن حوالفون، نه من باید زمینی کارو تموم کنم. چرا؟ به خاطر اینکه تمام انسانها بتوانند به من ارجاع دهند. اگر قرار باشه فرشته اونجوری دیده جنی بیاد به جنگ فلان چی؟ من باید بمونم به جنگم، بر تمام آزاده های جهان حجت تمام کنم. این جمله از زیارت 40 در مورد وفای به عهد همینه دیگه. اشهد انک وفیت به عهد الله، تو عهد بسته بودی با خدا، وفا هم کردی. و جاهدت فی سبیله حتی اتاک الیقین، تا لحظه ای که جان دادی بر این عهد خودت محکم ایستادی. امام حسین بارها بالا سر شهدا رسید این آیه رو خون: من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. از مؤمنین کسانی است که صادقانه به آنچه که با خدا عهد کرده بودن انجام دادن. رهبر انقلاب نکته گفت اگه مردم ما از اون عهدی که با خدا بستن، از اهدافشون برگردن، سیلی سختی خواهند خورد. یهود چرا به این روز افتاد؟ و به ما نقضهم میثاقهم، چون عهدشون رو شکستن، و لعناهم، لعنتشون کردیم، شدن مغضوب علیهم. در قرآن زیاد داریم، اینو گوش کنید. باید استقامت کنید. سخت راه سخته، فتنه ها در پیش است. فتنه ها در پیش است، فتنه های جهانی، منطقه‌ای، کشوری. نمیشه که خدا از یهود آزمایش بگیره اما نگیره، از امت پیغمبر بگیره از ما نگیره. آزمون جهاد خواهد گرفت، آزمون اقتصادی، آزمون همه آزمون هایی که 4 تا آزمونه که من قبلا عبرت‌های بنی اسرائیل سخنرانی کردم، برید گوش کنید، سخنرانی خوبی بود. قرآن می‌فرماد ان الذين قالوا ربنا، ان الذين قالوا ربنا الله، کسایی که میگن خدای ما رب ما خداست، مربیمون خداست، تربیت کننده خداست، کار دست خداست، ما پیرو اوییم، معبود ما اوست. ثم استقاموا، بعد استقامت میکنن، تتنزل علیهم الملائکه، ملائکه رو بر اونها نازل میکنن که چی؟
ان لا تخافوا، نترسید، ولا تحزنوا، حزن نداشته باشید، و ابشروا بالجنة التي کنتم توعدون. آیه دیگه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. دقیقاً نمیفهمد و هم لا یحزنون، میفهمد ولا هم یحزنون. اول لا میاره یعنی هیچ حزنی ندارن. کسی که امام حسینی باشه تو قلبش انقدر حزن پیدا نمیکنه، شعف داره، از هیچ کس و هیچ چیز نمیترسه، چون مولا شاه عبدالله است. و چی بترسم؟ مرگ دیگه، تا همه چی مرگه. بیشتر از مرگ دارید؟ او در سیستمی رشد پیدا کرده که به استقبال مرگ میره. الموت علی من رکوب العالی و العار اولی من دخول النار عن الحسین ابن علی. اینطور خودشو معرفی کرد. او آر هیهات من الذله. آدمی که تو این کشتی باشه ذلت قبول نمیکنه، ذلیل نمیشه. که رئیس جمهور آمریکا بیاد تو کشورشون، بهشون کلی وسایل نظامی بفروشه، بعد برگرده بره تو آمریکا مصاحبه کنه، بگه این گاو شیردست کم دوشیدم، میخواستم از این هلیکوپترام بهش بندازم. فکر کنید داره مصاحبه میکنه، اصلا باکی نداره از اینکه این خبر رو ولیعهد عربستان میشنوه، هیچ باکی نداره. منتها یاد بگیرید امام حسین همینطور بی‌محابا به خط نزد، اول حجت تمام کرد بر خودش، برای خدا، برای بقیه، برای دیگران بعد به خط زد. تا آخرین قطره خونم جنگید. او شبیه مسیحی نیست که به صلیب بکشنش بالای صلیب منت بکشه. ما که قبول ندارم حضرت عیسی اینجا بوده، هیچ پیغمبر اینجوری نبوده. او شبیه عیسی شد. یکی از دلایل ما همینه. میگیم چرا داره میگید، خودتون میگید داشته منت میکشیده. امام حسینی که راوی دشمن نقل کرده میگه وقتی حمله میکرد به ما مثل گله گوسفند 2 میشدیم. زخمی بود، تشنه بود، جوری بر ما میتاخت که باید میدیدی. باید خودمون حفظ کنیم. پس چی؟ کسایی که گفتن رب ما با رب حسین یکیست، ما خدامون خدای حسینه، بسم الله ثم استقاموا. این مسیر، همین پیاده روی دقیقاً میخواد به من و شما استقامت یاد بده. و بابت این استقامت آروم آروم برید، اما برید. بابت این استقامت نعمت میگیری. این صورت ملکی و زمینه شده اون اتفاق بزرگ معنوی است. تو صراط مستقیم باید استقامت داشته باشی. باید بری. برای همین اصلا توصیه‌ای که شده این پیاده روی، می‌بینید که تو روایت خیلی عجیبه. ما یه کتابی داریم این کامل الزیارات که خیلی قوی از نظر سندی، مثلا برخی بهش میگن کتاب رجالیه. ببین روایتاشو بخوندم زیارت امام حسین چیا میگه. روایتای عجیب غریبی ما داریم. میگه اون با مرکبم میری بهت ثواب میدم، از مرکب پیاده میشی یه چند قدم پیاده میری، اونو جدا باید حساب میکنی. آقا دمپایی از پا در میاد کفش، 2 قدم پای خالی رفتی، اونو جدا باید حساب میکنم. بیشتر برای چی باید از نشانه های مؤمن باشه زیارت اربعین؟ نه زیارت عاشورا، نه زیارت نمچی، زیارت اربعین. چرا؟ شیعه معصوم ما را آماده کرده بوده برای این روز، برای این شرایط ویژه آخرالزمان که از در و دیوار گناه میباره و انحراف میباره. دارن کاری میکنن، دارن قوانینی در دنیا تصویب میکنن، مثل اون بخش فرهنگی سند 20 که آقا تو حتما باید بچه‌تو بفرستی مدرسه و تو مدرسه هم حتما راجع به همجنس بازی باشین صحبت خواهد شد و اگه نفرستم فیلماشو نمیبینن تو آلمان ننه بابا رو دارن میگیرن میبرن بچه رو به زور از پدر مادر دارن جدا میکنن. این همون حرف حضرت نوح میشه که ولا یلدو، دیگه اصلا بچه‌ای به دنیا نمیاد الا اینکه یا کافر باشه یا فاجر.
چرا؟ چون سیستم شده، چون غلبه سیستمی کرده. تو اگه بچه‌ت مدرسه نفرستید برخورد قانونی باید میشه، مدرسه هم بفرستین اینا رو بهش یاد نه. خب از بچگی بچه مخش تحت تاثیر ایناست دیگه. هر کشوری هم نخواد اینا رو بپذیره، تحریم ها شروع میشه، فلان میشه، بهمان میشه. برای همون قومی که تو آخر زمان منتظر حضرت ولی اساسا تو ماجرای سوره کهف و داستان ذوالقرنین عرض کردم لا یکادون یفقهون قولا، اصلا دیگه حرفشون کسی نمیفهمه. دو تا دنیای دیگه میشه، داخل کشتی و بیرون کشتی. صورت ظاهری این آیات در مورد دو تا سده که مردمی که بین دو تا اون سدن نابود شدن، کسایی که بیرون دو تا سدن منتظر ظهور اون منجی هستن. من دونهما، بیرون اون دو تا قومی رو پیدا کرد. اون دو تا سد کجاست؟ صورت ظاهریش با سد داریال و نمیدونم کجا و دربند و قفقاز و این ماجرا هاست، اما باطنی این چیه؟ و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاخشینا. اون دو تا سد همینجا تو خود قرآنه. این آیه میدید در مورد که کسایی که بین دو تا سدن کسایی هستن که ولایت امیرالمومنین قبول نکردن. و جعلنا من بین ایدیهم، میگه کسایی که ولایت علی علیه السلام قبول نکردن. و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاخشیناهم فهم لا یبصرون، به بصیرت نمیرسن اینا، نخواهند فهمید. نه لا یفقهون، لا یکادون یفقهون، نزدیک هم نیست. میگه اونا بیرون این دو تا سدن یعنی چی؟ کسی که بین دو تا سد بودن ولایت امیرالمومنین قبول نشدن. کسی که بیرون اون دو تا سدن یعنی ولایت امیرالمومنین قبول. اینا منتظر منجیه. اینا منتظر منجیه. باید حفظ کنی. این فرهنگ رو باید با خودت ببری، به عنوان سفیر امام حسین ببری تو جامعه پخش کنی. باید زندگی من و شما اربعینی بشه، امام حسینی بشه. امام این آیه وفای به عهد رو میخونه برای یاران. امام به عهد خودش با خدا وفا کرد، ما باید به عهد خودمون با امام وفا کنیم. عهد بستیم دیگه. این مسئله خیلی مهمه. انتهای این مسیر کربلاست، فحوای این مسیر تجدید بیعت با امام زمانه. اللهم انی اجدد له فی صبیحة یومی هذا و ما عشت من ایامی عهدا و عقدا و بیعتا له فی عنقی. اینجا میای تو این مسیر بری بگی که خدای 1400 سال پیش یه مردم این شهر برگشتن گفتن آقا بیا پاشوای، نایستادن. والله من بعد 1400 سال خودم دارم میکشونم که بگم من پاشوای میستم. سرما باشه میرم، گرما باشه میرم، کرونا باشه میرم، داعش باشه میرم، چی باشه میرم، از زمین آسمون سنگ ببار، آتش فشان اینجا راه بیفته میرم. این عهد خودش تو باید وفا کنیم به امام. امام به عهد خودش با خدا، ما به عهد خودمون. ما دست در دست امام، دست امام در دست خدا. مگه سعید ابن عبدالله وقتی وایستا جلوی امام نماز خون، اون تیر آخر رو با صورتش گرفت افتاد، حضرت رسید بالا سرش، یه جمله گفت اوفیتو، وفا کردم یا نه؟ آقا به من سرتیفیکیت میدی؟ تاییدیه وفا میدی به من؟ همه چی همینه. خدا ما رو خواهد آزمود. ماجرای عجیبی است. این آیه رو دقت کنید. طالوت وقتی میخواد بره به جنگ با جالوت، تو مسیر خدا امتحاناتی قرار میده که کسایی که مستقیم هستن و اهل استقامت هستن میره. از قضا آزمون با آب است. میگه رسیدن نزدیکه. اینو بعد جدا یه روزی براتون سخنرانی کنم، اینجا وقتش نیست. یه اشاره میکنم و میگذرم طلبتون. رسیدن به حالا میخوای ببین اینا سپاه جنگی ان، میخوای بری بجنگی با اینا. آخه این چه شرطیه؟ آب نباید بخورید. تشنه بودن اینا. الا یه جرعه. الا یه جرعه. با تشنگی اینها رو آزمود. یا نه میفهمید یا نه؟ گرفتید موضوع یا نه؟ رسیدن یه عده آب خوردن، برگشتن رفت. اصلا ماجرای آب تعویلا در قرآن یعنی ولایت اهل بیت.
ماء معین یعنی ولایت اهل بیت، خصوصا امام زمان. تو ادعای ندبه میگه چی؟ میگه تشنگی طولانی شده، فقط طال است، طولانی شد تشنگی. دقت کردید؟ کی من بنوشم من عذب مائک، از اون آب گوارای وجود تو. یعنی تشنگی. نقطه مقابلش که ولایت نیست و ولایت قلابیه، ولایت امام جائره، چی میشه؟ عین حمئه، چشمه گلالود، که باز تو داستان ذوالقرنین میبینید. من قبلا تو ماجرای ذوالقرنین نگفته بودم، الان یادم افتاد بگم. اونجا میگه اون طرف وقتی این خورشید غروب کرد، فی عین حمئه، خورشید خود امام زمان مراد وقتی غروب کرد در چشمه گل، دیگه شما موندید و آبهای گلالود، حالا برید بدوید. باید از دل زمین آب بیرون بکشید. این مثالی که زده شده اصلا تعویلا خیلی آیه داریم بخوام براتون مثلا کلی هم روایت داریم بابتش. یه دو تاشو مثال میزنم. این طالوت اصلا گفت اینا نباید آب بخورن، یه عده خوردن، 313 نفر فقط موندن. چقدر عجیب. 313 نفری بعدا میشن اصحاب بدر. 313 نفر که بعدا میشن چی؟ یاران حضرت ولی عصر. مولای من و شما رو هم بهش امان نامه دادن، گفتن بیا این طرف سیرابیه، بیا. گفتن بیا. فردای اون روز خودش زد به آب تا زیر شکم اسبش رفت تو آب. قد همون یه جرعه را اینجوری آورد، ولی که اجازه هم داشت بخوره، به هیچ جا بر نمیخورد. یه نگاه کرد، آب ریخت. چه گذشت در ذهن مبارکیشون نمیدونیم، حدس میزنیم. گفته شده میگه یاد آتش امام حسین افتاد، متذکر شد، ریخت. اما من همینقدر میدونم حتی ای بسا او از خدا خواست دستی که به آب خورده بود رو از من بگیر، چشمی که به آب خورده بود رو هم از من بگیر. در ماجرای دیگه فقال لهم رسول الله ناقة الله و سقیاها، شتر صالح و بچهش، خدا باز آزمون تشنگی گذاشت، آب گذاشت. گفت یه روز این شتر و بچهش بعد از این آب بخورن، یه روز شماها. فعقروها، سر بریدنش. یکی دوتا نیست. هدف اصلی از این راه اینه که آقا من بفهمم برای امام زمانم باید کار کنم. از قضا سالروز آغاز ولایت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف 9 ربیع هم در پیشه که متاسفانه برخی اون رو قاطی کردن با یک سری اتفاقات دیگه‌ای که هیچ ربطی به امام زمان نداره. چند سالی است با هماهنگی با حوزه علمیه مرکز تخصصی مهدویت، بنیاد مهدویت، مراسمی تحت عنوان جشن بیعت یا عید بیعت دارم، تجدید بیعت با امام زمان. این مراسمات رو پرشور برگزار کنیم. باید ببینن اون وجهه تجدید بیعت ما اصلا اومدیم اینجا درس یاد بگیریم که بریم اونجا انجام بدیم. حالا اعلام هم خواهند کرد تو شهرها کجا برگزار میشه. هم خودتون برید هم دست یکی دو نفر رو بگیرید بریم اونجا. آقا ما امروز اینجا با امام زمان تجدید بیعت میکنیم. آقا امام حی حاضر ما این. شما فکر میکنید این سرود سلام فرمانده برای چی گرفت؟ برای همین حس تجدید بیعت. عهد میبندم، همین بود. مثل یه سرباز. آقا من پارکابم، بگو چی کار کنم. من این عهد رو یاد میگیرم و به فرزندانم یاد میدم. پس چی شد؟ این مسیر روز به روز بیرون این مسیر سیاهتر خواهد شد، داخل این مسیر نورانی تر.
حجت روز به روز آشکارتر خواهد شد. داخل ماندی نجات میبری، بیرون ماندی غرق خواهی شد، ولو بچه پیغمبر باشی. نوح بیرون غرقی. ان الحسین مصباح الهدی و سفینة النجات. فرهنگ امام حسینی باعث میشه من و شما تو فرهنگ تهاجمی لیبرال غرق نشیم، تو فرهنگ تهاجمی آخرالزمانی غرق نشیم. محکم بایستیم و تو این مسیر سختی خواهی داشت. هر کم ادعاش بیشتر سختیش بیشتر. مولای من و شما برای امر معروف و نهی از منکر به شهادت رسیده. ما هم باید امر معروف و نهی از منکر کنیم. مهمترین امر معروف و نهی از منکر، امر معروف و نهی از منکر مسئولینه. مسئولین ما، مسئول یعنی مورد سوال، مسئول یعنی پاسخگو. باید بیاد پاسخ بده. ما که کاری نیستیم، هر چی در موردمون تو شبکه‌های اجتماعی مطرح شد اومدیم جواب دادیم. نشستم جلوی دوربین، ریال به ریال پولی که از مردم گرفته گفتم اینطور خرج کردیم، اینجوری کردیم، این حساب اون حساب، اینقدر فلان. با اینکه یک قرون پول بیت المال نیست، مردم دارن کمک میکنن، اما با این وجود باز هم این پاسخ میدیم. چطور مسئول نباید پاسخ بده؟ چطور 2 تا سوال ازتون شد مملکت ریخ به هم؟ 15 سال اصلاح طلبا رو نقد میکردیم اشکال نداشت، 2 تا خودی نقد کردیم، پولشو فلان نمیدونم چی بیاید 4 تا دیگه هم بارمون کنید. فرقه نمیدونم بهمان، اون موقع خوب بودیم ها. بعد شما فکر کردیم مثلا ما آدمایی هستیم که فرق بگذاریم؟ بله ما میفهمیم پازل دشمن نباید تکمیل کنیم، همینا رو متوجهیم. یک عمر می‌خواستم مستند بسازن در مورد هر فرقه، ما کارشناسش بودیم. چی میشه که هر کسی 2 تا نقد میکنه به شما میشه فرقه؟ تازه الان بعضی به من میگن آقا چرا ساکت شدی؟ چند دارم اتمام حجت میکنم. میگم من هیچ کی نمیترسم، لطف خدا جدا خودش، اما باید اتمام حجت کنم. نمیخوام درگیری باشه، دعوا باشه. نه، کشور ما در یک برهه حساسی، رئیس جمهورمون به رحمت خدا رفت، 2 تا انتخابات برگزار شد، مجلس و ریاست جمهوری و شرایط ویژه است دیگه. تو این شرایط ویژه که نباید توی آتیش نفریخه. از روز تایید صلاحیت‌ها من دیگه فیتیلر کشتم پایین، دیدید توییتمو زدم همون موقع، خیلی یه خطم بیشتر نبود، حرفمو زدم تو این توییتمو، بعد فیتیلر کشتم پایین. برای چی؟ برای این کشور آرامش. اینا رو میفهم، با کمکم خواهیم کرد به تمام مسئولینمون. ما دلیل نمیشه که مثلا، و اینم بدونید ما مدلمون این نیستش بیایم عمومی یه چیزی رو بگیم. من اول برای خود طرف 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار 5 بار پیغام میفرستم، یقین کنم به گوشش رسیده. بازم تکرار میکنم، حجت تمام شد، بعد میگم آقا چرا تغییر نمیکنی؟ بابا شبهه ذهن مردم رو گرفته، بیا جواب بدید. فکر نکنید من حرف نزنم، حسن حرف نزنه، تقی حرف نزنه، نقی حرف نزنه، ایران اینترنشنال هم حرف نمیزنه. اونا حرف میزنن، دروغ هم میگن. هیچ مباحث در مورد آقای صدیقی پیش آمد، ایشون اومد یه توضیحاتی داد، خود ما تشکر کردیم. خوبه همین توضیح بدید، توضیح بدید، ما حجت داشته باشیم بر دفاع. دختر یکی از مسئولین اومد تو تلویزیون یه صحبت‌هایی کرد، ما حتی از اون هم استقبال کردیم. خدا شاهده، تو دل وسط دعوای سیاسی و این چیزا. من که دعوای سیاسی با کسی ندارم، من اگه دنبال دعوای سیاسی بودم خودم وارد می‌شدم، چرا بغل وایسادم؟ ما 15 سال پیش همین صندلی سخنرانیمون داشتیم، الان هم داریم. اون صندلی‌ها مال خودتون، حتما حجت دارید براش میجنگید، خون ریزی میکنید اینجوری.
حتما حجت دارید، حتما پاسخگو خواهید بود بر سر صراط. من تو این 6 ماه انقدر تو عمرم 6 ماه دروغ و غیبت شنیدم تو این جلسات، تو عمرم نشنیده بودم. تعجب میکردم اصلا که بابا یه صندلی کجا میخوای بهت بگیرید؟ ما باید به پای دینمون، مکتبمون، مذهبمون، کشورمون، ارزش‌هامون، انقلابمون باش، ما باید ازش دفاع کنیم. در مقابل چی؟ در مقابل هر نوع انحرافی، در مقابل فساد سیاسی، اقتصادی، امنیتی، چی هر چیزی، فرهنگی. دشمن میاد دل میسوزونه برای ما. دشمن که دل میسوزون خاوریو پس میداد. چون پس نمیدهش. اینا که همش دم از حرفای اقتصادی میزنن شبکه‌های خارجی. بسم الله، هم خاوریو پس بفرست. ببین ما ادامش میکنیم یا نمیکنیم. ببین ما دادگاهشو برگزار میکنیم یا کما که کردیم. دادگاه دیگه برگزار شد، حکم اعدام هم گرفتن. توی مملکت از معاون رئیس جمهور، وزیر، چی زندان رفتن. جریان مطالبه و امر معروف و نهی از منکر اصولی درست نباید بمیره. بله من با افشاگری‌های عجیب غریب و نمیدونم فلان من مخالفم، اما وقتی یکی دیگه افشاگری کرده چیکار کنیم؟ الان بگیم نیست؟ خب به جواب بده، بگو دروغه، بگو بچه من اینجوری نبوده. کسی حرف زد؟ بگو نبوده، آقا اون بچه‌م به من هیچ ربطی نداره. بعضی مثلا من میرم میگن آقا این افشاگری که شما میگم کدوم افشاگری؟ من بگو ببینم، یه دو تاشو بگو ببینم کجا من افشاگری کردم. بعدم فکر میکنم اینا اراست میگه، اونی که اون فلان خبرنگار گفت، اون خبرگزاریه گفته بود این که. اما من وقتی جامعه رو خبر گرفتی چی بگم من یه خیابون دارم راه میرم، شما اگه با محافظ این ور اون ور میری خبر ندید از عالم آدم، ما اینجوری نیستیم. خیابون دارم 100 نفر، آقا قصه این چیز چیه؟ قصه اون چیز چیه؟ میگم داداش تو خودت که رفته قایم شدی، ما باید جواب پس بدیم به مردم. یه برو یه جا وایسا تو تلویزیون، یه جایی واسه مصاحبه کن، یه کنفرانس خبری بذار. والا ما کنفرانس خبری میذاریم سال یکی دو بار، ملت میشن هر چی دلشون میخواد میپرسن. خبرنگارای مخالف ما میان، هر چی دلشون میخواد میپرسن، منم جواب میدم. چرا؟ چون باکی ندارم از چیزی. تو دعوای سیاسی تو مجلس اومدن 2 تا نماینده جمع شدن با هم، یه نامه آب برید مؤسسین رو بررسی کنیم ببینیم چیزی از توش میتونیم در بیاریم یا نه. موضوع چی بوده؟ بررسی بانک‌های دولتی. بعد بره بانکر رو بررسی کنه، اومده مؤسسه خصوصی این بغل. بعد آقا اینا یه سری رفت آمدهای مالی داشتن، برید ببینید چیه، این پولشویی نبوده؟ باشه دیگه بره بررسی بشه، اشکال نه، الان بررسی بشه، من حرفی ندارم. پس چرا پخش کردید خبرشو؟ چرا هر دزدی رو میزنید بیزه جیمچه فلان، اینو کل عالم آدم پخش کردید؟ خیلی حرفا دارم نزدم، خیلی. بعد خود همون کسی که گزارش رو نوشته اومد مصاحبه کرد، گفت آقا ما اشتباه کرده بودیم، دوباره خبر رو پخش کردن. چی بشه؟ یه روزی یکی برگشت به من گفت آقا فلان مدعا، ما یه کانالی داریم مسافت به اسم اهل بیت مدیا، رسانه مداحی و هیئت و ایناست. گفت فلان مدعا، یکی این بچه اومد گفت خیلی مثلا علیه شما حرف میزنه فلان. بعد بعضی از مردم میگن خب شما چرا همزمان که این داره علیه شما حرف میزنه کاراشو میذارید توی مثلا؟ به من گفت برگشت گفتم فلانی خدا وکیلی من حجتش، تو حجت شرعی داری، من حجت شرعی ندارم. یه نفر بیاد تو اون کانال بگره، دیدید که مدعی یه جوری هر کسی با صدای یکی حال میکنه، یکی با محمود کریم حال میکنه، یکی با نمیدونم محمد طاری حال میکنه، یکی نمیدونم با کی حال میکنه، که جوون پسنده، استودیوی پسنده فلان ها، سلیقه مختلفه. بعد گفتم تو حجت شرعی داری یه نفر بیاد توی کانال که با صدای این مداح فقط اشک بر ابا عبدالله میریزد و اونو پیدا نکنی که چرا فقط یارو با رایفل حال نمیکنه، به جهنم که رایفل حال نمیکنه، رایفل کیه؟ اون تو حجت شرعی، اینا حجت شرعی دارن.
بچه‌هایی که فی سبیل الله دارن برای امام زمان کار میکنن و اینجوری جلوشون میستن، تهمت میزنن، تمسخر میکنن، توهین میکنن، حجت شرعی دارن، و دنیا چطور میخوان جواب بدن؟ مصداق همین آیه مناعا للخیر، منع کننده در مسیر خیر. من حجت شرعی ندارم. و اینم بگم اون چیزی که من فهمیدم از سیره اهل بیت، از سنت‌های الهی، از روایت‌هایی که خوندیم، داستان‌هایی که شنیدیم، هیچ سنگ‌اندازی تو مسیر اهل بیت چوبش صدا، اصلا صدا داره، چی صدا نداره؟ خیر نخواهد دید کسی که این کارو کنه. بابا کل همه جا مال شما، کل اون کرسی‌ها مال شما، کجا رو میخواید بگیرید؟ عبرت نمیشه براتون؟ دنیای پیچیده، توازن قوا در دنیا داره به هم میریزه، امریکا در حال افول، شرق در حال قدرت گرفتن، اون جنگ اوکراین، چین در آستانه حمله به تایوان، نمیدونم چی، اینا کشور خودمون ده‌ها نیاز فوری در حوزه ناترازی و اقتصادی و انرژی و چه درگیری شدن با رژیم صهیونیستی. حالا اینو ول کن برو سراغ کارهای دیگه. عجب حجت شرعی دارید واقعا؟ چرا به اسب شاه گفتی یابو؟ والا امام حسین شهید امر معروف نهی از منکره، خودش هم اینو میفرمان، ما هم مسیر ادامه میدیم، اما با آرامش و اتمام کردن حجت، همونطور که ابا عبدالله حجت تمام کرد. ما اینطور فهمیدیم. در این مسیر مستقیم بمانید، محکم پیش برید، از انقلاب، از ارزش‌هاش با تمام توان دفاع باید کرد. من نمیگم ما دوچار مشکل نیستیم، هستیم، اما امروز جبهه مقاومت با سنگره، با اون گلدان اصلیش که ایرانه، تنها دستی است که تو دهن صهیونیستا زد. ممکنه یه جایی مثلا بگیم اینجا دستش کثیفه، این انگشترش چرا اینجوریه فلان، بله نقد داریم، اما خودمون باید اینو ترمیم، دست باید سر جاش. 2 هفته 3 هفته است مثل سگ چپیدن توی پناهگاه، از ترسشون، از ترس کیه؟ اینا تو دنیا از هیچ چی نمیترسن، کل دنیا با اینا همراهه، فقط از ما میترسن. الحمدلله در مکتبی هستیم، در مملکتی هستیم که نجسترین و کثیفترین و جبارترین و سفاکترین آدما از اون میترسن. خدا رو شکر ارزشمنده. دوستان تذکرم دادم یه نرم افزاریه به اسم اپ 12 در مورد حضرت امام زمان. الان من گفتم مثلا 100,000 نصب و رد کرده، تو 9 ربیع هم انشالله نسخه آی او اسش هم میدم بیرون. این هر آنچه که شما راجع مهدویت بخواید اون تو هست. نمیدونم مدعی میخواید، نمیدونم مناجات میخواید، کلی کتاب، صدها جلد کتاب، مقاله، نسخه تدریس اساتید. ما نزدیک 40 استاد مهدویت که قریب اتفاق این از 40 نفر شاید بگم مثلا 30 و خوردهشون اصلا روحانی بودن. در بیش از 40 موضوع مهدویت دعوت کردیم، ازشون فیلم گرفتیم، نسخه‌های درسشون آماده کردیم، همه اینا رایگان در این اپلیکیشن در اختیار شماست. پوستر، نمیدونم استوری، هر چیزی که به راجع مهدویت بخواید دیگه چیزی نیست، واقعا ما به ذهنمون دیگه نرسید. خب حالا این نسخه‌اش هم داره آپدیت میشه، به روز میشه. عزیزانی که خواستن حالا از تو این اپ 12 سرچ کنن میتونن استفاده کنن. دنبال اینم هستیم ان شاء الله این سرفصل‌های مهدویت رو به زبان‌های مختلف، یعنی هوش مصنوعی هم فرصت خوبی فراهم کرده، اساتید دعوت بشن، استودیو این کاراش هم انجام شده ان شاء الله، که شما اصلا بشینید تو خونه اینا رو نگاه بکنید و توسط بهترین اساتید هم تخصصی انتخاب شده. یعنی مثلا حاج آقای کفیل در حوزه مهدویت ادعیه و زیارات، حاج آقای نصوری فرق ضاله در حوزه مهدویت، تخصصی، هر کسی تو حوزه‌ای که تو تخصص داره، غرب و مهدویت فلان کس و همان کس، حوزه‌های مختلف، نزدیک 40 تا موضوع،
همه اینا آماده شده برای اینکه معارف مهدویمون انشالله بیشتر بشه. و عرض کردیم ما هدف این مسیر اینه که ما تجدید بیعت و عهد بکنیم با حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیة والنصر وجعلنا من خیر اعوانه و انصاره والمستشهدین بین یدیه. تجدید در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان صلوات